وقتی صحبت از ساختن عضلات حجیم و قوی می شود، پروتئین ها مانند یک قهرمان وارد میدان می شوند. پروتئین ها از واحدهای کوچک به نام آمینو اسیدها ساخته شده‌اند که می توان آنها را به نوعی بلوک های ساختمانی بدن دانست. هر بار که در باشگاه وزنه میزنید و عضلاتتان را تحت فشار قرار می دهید، این بلوک های ساختمانی به کار می افتند تا عضلات آسیب دیده را ترمیم کنند و آنها را قوی تر از قبل بسازند. بدون پروتئین کافی عضلات شما هیچ شانسی برای رشد و بازسازی ندارند. پروتئین کلید رشد و موفقیت در بدنسازی. اگر در مسیر بدنسازی هستید، حتما شنیده اید که پروتئین یکی از مهمترین اجزای تغذیه ورزشی است. چرا پروتئین تا این حد اهمیت دارد و چگونه میتواند در مسیر رسیدن به نتایج بهتر کمک کند؟ نقش پروتئین در رشد عضلات. وقتی تمرینات قدرتی انجام میدهید، عضلاتتان تحت فشار قرار میگیرد و دچار تخریب‌های کوچک میشوند. پروتئین کمک میکند این بافت‌های تخریب شده ترمیم شوند و قوی‌تر از قبل شوند و نهایت باعث رشد عضلات میشوند. بدون مصرف کافی پروتئین بدن نمیتواند به خوبی ریکاوری کند و پیشرفت شما کند خواهد شد. سوالای رایج در این زمینه که چقدر پروتئین در روز باید مصرف کرد. افراد فعال و ورزشکاران بیشتر به پروتئین نیاز دارند. به طور معمول مصرف 1.6 تا 2.2 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن توصیه می شود. البته مقدار دقیق بستگی به شدت تمرینات، اهداف ورزشی و سطح فعالیت دارد. بهترین منابع پروتئین برای عضلات‌سازی: پروتئین حیوانی، گوشت مرغ، گوشت سرخ کم چرب، ماهی، تخم مرغ، ماست یونانی. پروتئین گیاهی، عدس، لوبیا، مغزها و دانه‌ها. مکمل‌های پروتئینی: پروتئین وی، پروتئین کازئین، پروتئین گیاهی برای افراد گیاهخوار. زمان مصرف پروتئین برای بهترین نتیجه. مصرف پروتئین در زمان‌های مناسب می‌تواند تاثیر زیادی برای رشد عضلات داشته باشد. قبل از تمرین برای تامین انرژی و جلوگیری از تعلیل عضلانی. بعد از تمرین برای ترمیم و رشد بهتر عضلات. قبل از خواب پروتئین های آهسته هضم مانند کازئین می تواند به تغذیه عضلات کمک کند. آیا مصرف بیش از حد پروتئین مضر است؟ در حالی که پروتئین بسیار مهم است، مصرف بیش از حد آن می تواند فشار اضافی بر کلیه ها وارد کند. و همچنین تعادل با سایر مواد مغذی مانند چربی های سالم و کربوهیدرات ها نیز ضروری است. بنابراین برنامه غذایی متعادل مناسب با نیازهایتان را دنبال کنید. مطمئن شوید که مقدار کافی پروتئین مصرف می‌کنید و آن را در برنامه غذایی خود جای دهید. نظر شما چیه؟ کدام منبع پروتئین را بیشتر دوست دارید و برای دوستانتان توصیه می‌کنید؟